ووجه رسالة إلى داعش. ونقل سيش اوبراسيون توريا فرات برزگار كرنا راقش دستن تيرورستن داعش لدومي حوارن باشور باجر حسك دست بكر وهيزن سوريا ديمقراط دفين خوب جينوان يكانين قناغادوية اوبراسيون دست بكر بون كلارا راقا كوئي كج فرمودين هيزا سوريا ديمقراط راقاهان قناغا سيش توريا فرات دست بكر وارمان جوانا دگشنا بوان يكين هيزن پشکدار دو قناغا دوی دو دوین هلا باراوانی هفگرتیو ریکا درست بکنش باکوری روش آوا باکوری روش حالات راقا وی فرموده او چنده جی دیار کرد که هیزن سوریا ديمقراط قناغا سيارزگار کرنا راقا لباشور باجر حسك الكانتون و جزيرة لگون در لقطاو هی با لدو محوران دست بکرنو بگوتنن کلارا لقناغا سيش باکوری روش حالات راقا جی داعش هاتیا فاقش کرنو او دابن که اپراسیون جی دست بکنن 25 کیلومتر جی سنتر داعش لراقا دویره پرانیوان هزن پشکدار دا اپراسیون دا 75 صاد عربنو 25 صاد جهزن یا پکو یا پجنه شلای که دیواروانگاه سوری بمافن مروی راگان شباب بوده فروکن شهرین هفیمان نیف دولتی دو پرین پاجر رقبون بباران کرنو و تنجام دا 6 تیرورستن دا جهات نکشتن و الدیف آمار قناغا دوی اپراسیون تورای افراد کل ده کانون آیکی سالا بوری دست بکر بو حتی نیوه که هیوا بوری 620 چک دارن دا اشهاد بو نکشتن و 40 ترم بارشگری جهاد بو نفقاندن و ریبر 2140 کیلومترین چارگوشه و 196 گوند دهان کلگل بند دستن داعش هات بو نرزگار کردن فرمانده جورا اپراسیون تورای افراد راگان لدست بک اپراسیون رزگار کردن رقشش تشرین دویا سالا بوری دست بکر بو بگشتی 3200 کیلومترین چارگوشه و 236 گوند هجمار که کلگه و گرند استراتژی دستن تروریستن داعش هات نرزگار کردن جهان شیخ احمد پیفدار جورا اپراسیون تورای افراد سوارت به قناغ دوی اپراسیونی آشکارا کرد که 2408 کیلومترین چارگوشه و 196 گوند به دهان کلگه هات نرزگار کردن و به وی رنگ باشیر رقش لای با کور و روش آوا و هاتیه دور پیچ کردن هر واسه 620 تروریستن داعش هاتنه کشتن و ترم 115 تروریستان دست شهروانان دایو و 18 چک دارن داعش هاتنه دست سر کردن و پترجی 40 ترم بلند با برشگری هاتنه